الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لي مسلمانا دبيروك پیغمبر عليه الصلاة والسلام او اصحابه خبري را دمشنا لشخصك راس هاتن مال شخصك راس هاتن وشخصي زرابو اونا اكرام كرن پیغمبر عليه الصلاة والسلام واصحابه پیغمبر عليه الصلاة والسلام بعد اونا اكرام كرن خارن داونا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو از پیغمبر خود تعالی ما از مدینه رو نشتمه گو سبی خاطری اکرامتا گو تهاتی مدینه ولا همچی تجی اکرام بکن گو شخصی گو تمام یا رسول الله خیر از ورم مدینه ازت سرتا کرد گو رندیان مشتر را کرد دیجی که رندیش برا بگرمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورگا پیرا گو زمانک وقتک چو گو او شخصا هات مدینه هات جم پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام را گفت یا رسول الله از او شخص هانی من اکرام کری و ری لبریت المال من راس هاتی من تو اصحابت تون اکرام کرن تگو از اکرامی تجتر بگرن پیغمبر گفت چت خازی بیشه گو یا رسول الله از هنک دوار دخوازم و کچ کبیج دخوازم شفانی بکم یعنی مبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو بخواست گو هنک دوار و کچککی گو بخواست گو هنک دوار و کچککی چه پیغمبر خواسته دنیای بخواسته پیغمبر بخواست بلکه آخرت بخواسته بلکه جنت بخواسته بلکه بی اصحابات جنت بس دنیای دلی ویده او دم دنیای بخواسته بعد گو چون پیغمبر علیه الصلاة والسلام اصحاب حرب قاسی و یک پیریت نبود او پیرا زمان سیدنا موسی علیه الصلاة والسلام صحابی عجیمه ایمان و یا رسول الله چه قصتی وی پیریه و او پیرا ظالم و قبر سیدنا یوسف ای تربا سیدنا یوسف ظالم الکیه وقتی موسی جی خواست گو پیرا بیشه گو از قاشی و شوری ترا بیشه قاشی و مقابلی و جنت خواست موسى قو بس كيف ربي تربى الفلات الجنات الخوازي قو أري وازوار قوم اسقاي ناب معهم ونبترى بيشه موسى قو نابي قو دبي موسى تشجم خذي تعالى خذي وحي جلد يا موسى بيدا في جنات خاص بيدا زرا ناكي تي حفالة مني جنات بي شو بيريرا قو تي حفالة مني جنات بيريا شنو تربى سيدنا يوسف وارا قو بير چن خوازي جنات خوازي لأنه جنات دلده زانه کی مقابلی قاشی که سکنی قاشی نبی خود تعالی مچم خود را بیجه و خود ایوی بکه واجی چی جم پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبری بخواست او دنیای بخواسته نبی یا رسول الله از حواله تی جنت بم یا رسول الله خود بخواست برا گونی من عافبه یا رسول الله تشکی بخوازم تشکی رند خیره نحفه دنیا و آخرت دلتا بکه چه فی دلیده او که در کبه در بگلی مسلمان فخذ تعالى آخرته وحسكرني خذي بيخنبل للدليل معك إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.